دختری رجوتمند 3 سال تمام عاشق بادیگاردش بود و همیشه دنبالش میرفت. اما امروز ناگهان دیگر با او حرف نزد و فقط پشتش رو به او کرد و رفت. مرد احساس عجیبی از ناامیدی کرد. معمولاً دختر هر طور شده راهی پیدا می‌کرد تا به او نزدیک شود و حتی غرور یک دختر ثروتمند را هم کنار گذاشته بود. اما امروز کاملاً فرق کرده بود. او فکر کرد دختر مثل همیشه نقشه تازه‌ای کشیده تا با بی‌تفاوتی توجهش را جلب کند. اما نمی‌دانست این بار واقعاً تصمیم گرفته از او دست بکشد. شب گذشته دختر اتفاقاً گفتگوی بادیگارد و پدرش را شنید و با ناباوری فهمید که او اصلاً یک بادیگارد معمولی نیست، بلکه وارث قدرتمند شهر شمالی است. این مرد از همان نگاه اول عاشق خواهر کوچک و حیله‌گر او شده بود و فقط برای اینکه هر روز او را ببیند به عنوان بادیگارد 24 ساعته استخدام شده بود. دختر به یاد آورد روزی را که مرد برای استخدام آمده بود و همان لحظه دلش را به او باخت. از آن روز 3 سال تمام دنبالش رفت، اما مرد حتی یک بار هم نگاه درستی به او نکرد. او همیشه فکر می‌کرد مرد ذاتاً سرد و بی‌احساس است، اما یک روز اتاقش را دید که پر از عکس‌های خواهرش بود و نگاه عاشقانه مرد به آن عکس‌ها حقیقت را برایش آشکار کرد. مشکلی نبود که او کافی نبود. قلب مرد از همان ابتدا متعلق به شخص دیگری بود. همان شب دختر پذیرفت با پسر بزرگ خانواده ژو که توانایی بچه‌دار شدن نداشت ازدواج کند، اما به شرطی که پدرش 50 میلیارد به او بدهد. پدرش قبول کرد چون می‌خواست از دختر محبوبش یعنی خواهر کوچکتر محافظت کند. دختر تصمیم گرفت کاملا کنار برود و حتی بعد از ازدواجش کمک کند مرد و خواهرش برسند. اما شب بعد در یک مهمانی خواهرش وانمود کرد مچ پایش پیچ خورده و خودش را مستقیم در آغوش مرد انداخت. آن دو بدون هیچ خجالتی بسیار صمیمی رفتار کردند. دختر با دیدن این صحنه احساس کرد 3 سال عشق و فداکاریش چیزی جز یک شوخی تلخ نبوده است. خواهرش ناراحتی او را دید و حتی بی‌رحم‌تر شد. عمدن او را داخل استخر داد. با شنیدن فریادها مرد به سمت استخر دوید، اما فقط خواهر کوچکتر را نجات داد و با عجله او را به بیمارستان برد. کاملا فراموش کرد دختر هنوز در آب برای نجات جانش تقلا می‌کند. وقتی دختر در بیمارستان به هوش آمد، مرد فقط یک ببخشید ساده و بی احساس گفت. انگار هیچ عذاب وجدانی نداشت. دختر دردش را پنهان کرد و از او خواست فردا در مراسم حراج خیریه همراهش باشد. اما مرد قبول نکرد و گفت آن روز مرخصی گرفته است چون حراج در مرکز شهر برگزار می‌شد و خواهر کوچکتر هم آنجا حضور داشت. دختر گفت اشکالی ندارد، تنها می‌روم. اما در دلش گفت تا وقتی پای آن زن در میان باشد تو هر قانونی را زیر پا می‌گذاری. نگران نباش، خیلی زود برای همیشه تو را به کنار او می‌فرستم. در حراج به محض ورود دختر، خواهرش با ظاهری مهربان به سمتش آمد و با صدای بلند از مرد بابت نجات دادنش در شب قبل تشکر کرد. دختر بی تفاوت از کنار او گذشت. اولین اثر حراجی یکی از نقاشی‌های مادرش بود. دختر فوراً قیمت پیشنهاد داد تا یادگار مادرش را